نقره‌ای دیدم مشتری خودمونم بود منتها قیمتش بالا بود. یه ذره قیمت‌ها رو بیارید پایین. بریم یه دونه مشکیه کسرا مشکی دارم. بتمن بابا. ماشین یه بندری زده، ماشین یه بندری زده تو اتوبان، درست میگم؟ بندری زده تو اتوبان از همه طرف. الحمدلله خورده هم نیست من میخوام، یعنی مال من هستن. ارسلان همه بخرش. نظرت چیه؟ من؟ آره وای مشکیه. خب تو مشکیه میخرمش. کارباشم نبود الحمدلله، همینجوری آجایی کردمش کنده برم. اینم عضو جدید خانواده رؤوفی. فکرم تو زندگیش کسی تا الان اینجوری خرید نکرده بود ازش. کارباش نرفته گیرم ماشین ما خریدیم.